سلام بچه ها، من امروز میخوام آموزش دریبل براتون آموزش بدم. اول ما میریم توی بازی ای فوتبال، میبینیم تا بیاره. بچه ها لطفا قبل اینکه من آموزش بدم دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید تا کامنت ها بره بالای 3000 و ویدیوهای بعدی رو من براتون بذارم. خب بزنید تا بازی بیاره. بچه ها، من از ویدیوهای مثلا رونالدو، مسی، ویدیوهای ای فوتبال خیلی میذارم. لطفا منو دنبال کنید، ممنونتونم. خب اگر ما الان میخوایم میریم تو این گزینه کنید بچه ها، این گزینه بچه ها میریم، بعدش میایم تو این گزینه بچه ها. خب بعدش میایم تیم خودمون رو میزنیم و میریم برای آموزش. بچه ها لطفا قبل از این که من ویدیو رو بذارم خواهش میکنم اون لایک بالای سر منو سفید کنید که لایک ها بالای 3000 رو من بتونم ویدیوهای بعدی رو بزنم. خب حتی تو این کریستیانو رونالدو سرعت هست، دو تا میزنه رو سرعت میگیریم اینور، دو تا میزنه سرعت میگیریم اینور. نه چه دریبلای میزنه. بریم نیمار، نگاه کنید بچه ها، نگاه کنید دریبل زیدانی با هر بازیکن یه دریبلی داره. نگاه کنید دریبل زیدانی. حالا بچه ها چجور شوت کاددار بزنیم؟ اینجا من توپو میدم محمد سلام مسی. نگاه کنید بچه ها، شوتمون هست. این شوت محکمه، شوت یعنی سرعتی. بعدش اینجا به این شوت ما شوتو به سمت راست میکشیم، الان باید به سمت پایین بکشیم. نگاهید به سمت پایین میکشید یه چیز کاددار پیدا میکنه. باید اون جای شوت آبی بشه تا توپمون بتونه آردویی گل بزنه. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، اگر میخواید من ویدیوهای مثلا FC بذارم، ویدیو کالاف بذارم، لطفاً لایک زیاد کنید بچه ها، سابسکرایب هم یادتون نره. نگاه کنید بچه ها، ما برای شوت چیپ میرید، حالا منم میگم، میریم جلو بچه ها، میریم اینم از چیپ. شوتو به سمت بالا میکشیم، حالا آموزش سر توپ، چجور سر توپ بزنیم در ای فوتبال. بچه ها همین جوری که بهتون عرض کردم، شوتو میکشید پایین و بلا فاصله نگاه کنید بچه ها، شوتو که میکشید پایین بلا فاصله جهتو به بالا بکشید، نگاه کنید بچه ها. آره بچه ها، مثلا این حرکت میتونید جایی که از شوت زدن منصرف بشید میتونید این حرکت رو بزنید. نگاه کنید بچه ها، مثلا الان من اینجا میخوام شوت بزنم ولی منصرف میشم که شوت بزنم. بچه ها لطفاً کامنت بذارید، کامنت های خوب بذارید. بعضی ها میگن لطفاً ترکیبتو نشون بده.
و من ترکیبمو نشون میدم. من 100% به همه ترکیبمو نشون میدم و نشون خواهم. ولی حالا ترکیبمو نشون بدم. ترکیبمو نشون بدم. من حدود 4 ساله فوتبال بازی میکنم بچه. خب اینم از ترکیب من است، بهترین ترکیب. بعدش من میام اینجا. حالا بچه ها اینجا رو ببینید، اینجا از بهترین بازیکنام هستش. بله اینجا من این گلوکانتر رو دارم، این گلوکانتر رو دارم و یامال یکی از بهترین بازیکنای منه و همچنین کریستیانو رونالدو و سایر بازیکن‌ها. میایم اینجا اینو میزنیم، بعدش رو این میزنیم. ناقا مثلا 67 میتونیم بزنیم 81 میزنیم. الان اورال تیم 81 شد. ببینید بچه‌ها اورال تیم الان رفت بالا و میتونیم بچه‌ها خیلی کارا در فوتبال انجام بدیم. مثلا میایم اینجا شماره های بازیکن ها رو عوض میکنیم و میایم این گزینه رو میزنید بچه ها. کنید این گزینه رو میزنید. این بچه ها اینی که الان دارم نشون میدم، یعنی این ببخشید این بله این گزینه رو میزنید، روی تیمتون میزنید دیگه. این گزینه رو زدید، بعدش میتونید اینجا تیمتون رو عوض کنید. یا کنید بچه‌ها مثلا من میام اینجا تیمم میذارم، مثلا بچه‌ها چه تیمی رو بذارم، مثلا میذارم این تیم مثلا کنید. بله تیممون این شد. حالا بریم چجور لباس رو تغییر بدیم بچه ها. میایم اینو میزنیم. بله بچه ها اگه اینجا بخواید اسم مثلا میرید توی گوگل سرچ میکنید چه آموزش محمد سیسی رو بزنید و آموزش اسم اکانت تیمو براتون آموزش دادم. من اونجا آموزش دادم. خب بچه ها ویدیو رو میگه من تموم کنم و گفتم اول ویدیو هم گفتم کامنت ها یادتون نره. خداحافظ بچه ها.